خب با قیچی اگر که یا چاقو خواستین باز کنید خیلی حواستون باشه دستتون در نره بگیره به پارچه بوم یا وقت سوراخ بشه. این خیلی مهمه. خیلی وقتا پیش اومده بچه اومدن توی ویدیو مثلا هیجانی وا بکنن گیر کرده به پارچه. خب ببین من هر تابلویی رو که میخوام اجرا بکنم اول از همه باید بیام طرح تابلوم رو، طرح مدلم رو در واقع روی بومم بکشم. حالا بعضی اوقات ما میبینیم طرح خیلی پیچیده و سختی داریم، یه ذره چالشی مدلش برامون، پس میایم از روش انتقال طرح استفاده میکنیم که حالا جلوتر اگر مدلی داشته باشیم که با انتقال طرح باشه حتما براتون انتقال طرح هم روشش رو میذارم، روشهای مختلفش رو. ولی الان من مدلم خیلی مدل ساده ایه، یعنی من فقط کافیه محدوده چروکی پارچم رو مشخص بکنم، چیز خیلی سختی ندارم. اگه مثلا اینجا یه پرنده‌ای بود، یعنی مثلا میدونین یه صورتی بود، یه چیزی بود، نیاز داشتم که برم سراغ روش انتقال طرح که دقیق به دقیق جزء به جزء مدلم رو روی بومم پیاده بکنم. ولی خب الان نیازی نیست. اگر که شما دوست داشتین میتونین که خب طرح و پرینت بگیریم با کاربن بندازین روی بوم. اگه نه با کاری که من دارم بهتون میگم خیلی راحت میتونین انجام بدین. دو تا روشه، یکی چشمی، یکی یه ذره دقیق تر. اول چشمی رو بهتون توضیح میدم که خودم همیشه میرم سراغ چشمی، چون که خیلی بارها و بارها طراحیه رو انجام دادم. چشم من عادت کرده به این که بتونه اندازه اینجا رو روی بوم من تشخیص بده. اگه اوایل کارتونه میتونین از روش دوم استفاده بکنین. یه دونه مداد نوکی، مداد رنگی، هر چیزی که دارید از مداد رنگی هم استفاده کنید خوبه. میام با بومم شروع میکنم، میام طرحم رو برای خودم آنالیز میکنم. بذارین نور صفحه‌مو زیاد کنم. ببین من وسط بومم نور صفحه‌م کمه ولی ببین من وسط بومم به صورت اوریب، یعنی به صورت کج، یه قسمتی رو دارم که چین کار شده و من میخوام اینو کار بکنم. اینجاها که فضای خالیه کار منه، خب من نیازی به اون ندارم، برای من مهم این قسمته. یا میتونم بیام برای خودم ساده سازی انجام بدم، یعنی اول بیام این خط رو مشخص کنم. حالا چطوری؟ میام اول نقطه ابتدا و نقطه انتهای این خط رو که میخوام به هم وصل کنم روی بومم مشخص میکنم. این کار رو چطوری انجام میدم؟ نقطه ابتدا میشه روی ضلع بالای بوم من. خب نقطه ابتدای من آیا وسط ضلع؟ نه. اگه وسط ضلعم نیست، وسط ضلعم مثلا اگه فرضاً اینجا باشه، خب این نقطه ابتدا به این ور ضلع کنج بوم من نزدیک‌تره یا به این سمت؟ خب طبیعتاً به این سمت. پس منم میام و میبینم چقدر خیلی به این ور نزدیک‌تره، نه یه ذره از وسطم دور شده. منم پس میام چشمی وسط بومم رو یا اصلا با خطکش وسط بومم رو پیدا میکنم. من حدودی میگم مثلا وسط بوم من اگر اینجا باشه، حالا من کج وایستادم، من همیشه از روبرو طراحی میکنم مشخص تره. خب یه مقداری، البته این خیلی پهن تره، من توی اون سایزی که 60/90 بود مشابه تر به این بود. اینجا چون کوچیک تره من کمتر میام این بر، به نسبت سایز کارتون بیایم به این سمت. اون میشه نقطه ابتدای من. حالا میخوام بیام نقطه انتها رو پیدا بکنم. نقطه انتها میشه روی این ضلع، یعنی در واقع این قسمت طول مستطیل من. خب اگر که این وسط کار من باشه، نقطه انتها به کنج بالا نزدیکتر یا کنج پایینتر؟ یک کمی به کنج بالاتر. پس من نقطه ابتدا رو که پیدا کنم در حد چند میل یا چند سانت برم بالا، نقطه انتها رو به من میده. پس این اگر که حدودی وسط بوم من باشه، من یک کمی که برم بالاتر این نقطه انتها رو به من میده. پس به همین راحتی من چشمی یکی از خطامو تونستم ابتدا و انتهاشو پیدا بکنم و فقط کافیه بیام ببینم با چه شیبی این به هم وصل شده. خیلی گود نیست، یه شیب خیلی ملیح، یه خطیه که فقط یه ذره انحنا داره. پس میام اینو
همون حالتی به هم وصل میکنم. خیلی حدودیه و توی کار ما دقیق تر میشیم. پس این به همین راحتی ما تونستیم توی مدل هایی که یه چروکی داره یا مدل های مینیمال یه خطی داره، این شکلی میایم طرح رو برای خودمون ساده سازی میکنیم و روی بوممون میکشیم.